ساکن نایه واسع خواجه و سعادت، هر چند که معیوب است دست ندارد، قریب که دو دستش نیست. با پایش زمین نزد حولگی خود را کلند می کند. بیلنی کلند زراعت کش می کند. 3 فرزند دارد، شوهرش هم معیوب. 3 فرزند دارد، با پایهایش سلفان پیچانده خوراک میپزد، درز میدوزد، تمام شرایط روزگار زندگی را پیش میبرد و از زندگی رو افتاده نیست. ما بعضا افرادی در جامعه ما هست که خدای تعالی هست کرده است، عقل داده است، چشم داده است، بینی و دست و هوش و گوش و پا داده است. خوشش نمی آید که کلان را گرفتن نزد حولگی خودش را کلان زده برای رزق روزی فرزندان چیزی کش کند، نه که درباره آبادی وطن. و با یک نفقه ناچیز رو افتاده نگردیده است، رو افتاده از زندگی نگردیده است. احسن میگویم به چنین شخصان، حیات خودش مبارزه است، زندگی خودش مبارزه است. از وقتی که انسان به دنیا می آید تا وقتی نفس واپسین، این خودش مبارزه است. وقتی که یک مادر تاجیک اینقدر در حالتی اینقدر معیوبی زحمت میکشد، چرا ما شما زحمت کشیده وطنمان را آباد نسازیم؟ چرا؟